سلام به نام خدا. امروز قراره براتون گوجه بادمجون غذای ایرانی و محبوب درست کنیم. با دست پنجه مامانم هم درد نکنه با این غذای خوشمزه ایرانی. اول کار بادمجونا رو پوست میکنیم. برای تعداد مامانم حدود 3 تا بادمجون پوست میکنه. حتی توش سیب زمینی هم میریزه. بادمجونا رو پوست میکنه. حالا برای خرید بادمجون یه نصیحت مجانی: بادمجونا رو لطفاً با تخم، حواستون باشه تخم نداشته باشه توش، چون تلخه. بادمجون بدون تخم خوشمزه تره. با تخم خیلی تلخه. تو گوجه بادمجون مزه بدی داره. این حتما پست منو که تو یوتیوب میذارم و در هر برنامه‌ای که میذارم لطفاً فالو کنی. یادتون نره حتما تماشا کنی. از این به بعد کلی براتون پستای جالب و ویدیوهای خیلی جالبی میذارم. این اولین کار و غذای خوشمزه‌ای که ما درست میکنیمه. خب بادمجونا رو بعد از اینکه پوست کندیم به این حالت خرد میکنیم. حالا شما میخواین با حالتهای دیگه هم خرد کنید. حالا ما اینجوری خرد میکنیم. بعضی از بادمجونا اگه دقت نکنید تخم داره. ببینید تخمه داره. نگاه کنید. حالا برای خرید اینم تخم داره. واضح تخم داره. این بادمجونا هیچ وقت نخریم، ولی ما الان حواسمون نبوده اینا اومده دیگه باهاشون. حالا بعدش برمیداریم سیب زمینی رو پوست میکنیم. سیب زمینی هم به هر حالت دوست داشتی میتونی پوست بکنین خورد. خب یه قابلمه روی گاز قرار میدیم. یه قابلمه و زیرش رو روشن باید بکنیم و روغن بریزیم. حالا ما مقدار روغن از قبل داشتیم توی کاسه ای. بعد حالا بازم روغن میریزیم. زیر گازو میاد مامانم روشن میکنه. و سیب زمینی ها رو باید بکنیم. باید اول بذاریم روغن داغ بشه. صبر میکنیم یه خورده تا روغن داغ بشه. بعد وقتی دیدیم روغن یکم داغ شد سیب زمینی میذاریم. سیب
سیب زمینی ها رو ما کامل سرخ نمی کنیم، نیم پز می کنیم. بعد داخل خود گوجه بادمجون که تو آبش میذاریم خودش کامل آماده میشه دیگه، پخته میشه. سیب زمینی ها رو میذاریم سرخ بشه الان یه خورده. باورتون نمیشه چقدر خوشمزه این گوجه. حتما درست کنید. مثلا همه ایرانی‌ها خیلی بیشترشون غذا رو خوردن و دوست دارن، خیلی خوشمزه. من که عاشق. حالا صبر می‌کنیم سیب زمینی‌مون سرخ بشه و برش میگردونیم به طرف دیگه. همونجور که گفتم سیب زمینی رو مثلا میتونیم مدل سیب زمینی نگینی خورد کنیم یا مدل دیگه خورد کنیم، هر به سلیقه خودتونه. یعنی همونجور سرخش کردیم، بعد که گوجه بادمجون رو تو کامل آماده شد اونا رو بریزید روش. ولی ما اینا رو سرخ میکنیم، داخلی قرار میدیم که با کل مواد و گوجه و بادمجون و اینا کلا پخته بشه. خیلی خوشمزه میشه، من کیف میکنم. حالا نمیخواد کامل سیب زمینیامونم بپزه ها سرخ بشه، کامل سرخ و برشته بشه. سیب زمینیمون مثلا یکم سرخ شد برشون داریم. خب حالا وقتشه که سیب زمینی رو کم کم دیگه برداریم. یه دونه برداشتیم، حالا بقیه رو هم برداریم دیگه. خب حالا بادمجون رو سرخ میکنیم. یکم عقب بریم روغن نشه که رو
دقت کردی وقتی بادمجون رو تو روغن میذاری بادمجون به خودش روغن میگیره و تمام روغن توی مای تبمونه بیشتر جذب بادمجون میشه و روغن کمتری برامون باقی میمونه. خودم همین چیزایی که گفتم و تجربه کردم. وای چقدر روغنه داغه، مواظب باشید حتما، روغنش واقعا داغه. بادمجونا چه جالب، دیدین چه جالب سرخ میشه. مامانم میگه تخم داره خیلی بده، اینه که راست میگه. واقعا گوجه بادمجون وقتی بادمجون تخم داره بده، بدمزه میشه. شانس آوردیم فقط همین یه دونه بادمجون تخم داشت. چون اونم تجربه کردیم. بذاری تعریف کنم. یه روز مامانم گوجه بادمجون درست کرده با برنج. حالا برنج هم میتونین کنار غذا بخورینا. درست کرده بود. بعد حالا وقتی میخواستیم بخوریم میخوردیم میدیم چرا این تلخه. بعد مامانم گفت به خاطر بادمجونا تخم داره. دیگه لب نزدیم بهش، واقعا بزاه بود. به زور با برنج خوردیم. مامانم اینا به زور با برنج خوردنش دیگه. به قول مامانم حیف بشه، برکت خدا نمیشه ریختش تو دیگه. اونم زحمت بکشه درستش کنیم، بعد که بخوریم این تلخه. حالا بعضی شاید ممکنه اینجوری دوست داشته باشن، میگن بادمجون اینجوری خوشمزه بشه، ولی من که اینجوری دوست ندارم. اینم اولین بادمجونمون سرخ شد. این تیکه آخر بادمجون بودا که الان مامانم گذاشتش تو و اینا که سرخ بشه بعد بریم سراغ بقیه کارهای مهم. حتما ویدیوهای منو تو یوتیوب دنبال کنید. تو اینستاگرام براتون ویدیو میذارم، چون دستپخت مامان من خیلی عالیه، از دستش ندید. تمام غذاهاش خوشمزه، مخصوصا آشش توی ماه رمضان مخصوصا که اونو درست کرد خوردیم، جا تو خیلی خالی بود. آش دوغ وای خیلی خوشمزه است. مثل آش معمولی ها ولی توش دوغ میریزم، خیلی خوبه، میچسبه. من وقتی مامانم درست میکنه 2-3 تا بشقاب میخورم. 2-3 تا بشقاب یا بهتر بگم 2-3 تا کاسه میخورم. خب حالا نوبت پیازه. پیازو میتونید نگینی هم خورد کنینا، به هر صورت دوست داریم پیاز خورد کنینا، ولی من چون پیاز سرخ کرده تو غذا دوست ندارم مامانم برام رنده میکنه. باورتون میشه اگه ببینم نمیخورم؟ دست مامانم درد نکنه، تو این چند ساله فقط دارم پیاز رنده کرده تو غذا. واقعا نمیخورم، نمیدونم چرا ولی دوست ندارم. و یادتون باشه اگه میخوایم پیاز رنده کنین یه راهنمایی، پشت پیازو با تهشو نگیرین، اصلا با چاقو نگیرین، راحت تر رنده میشه. خدا راست میگم، خودم امتحان کردم. خنده داره. خب حالا بریم سراغ گازمون. خب میخوایم پیازامونو سرخ کنیم. پیازو توی مایتبه میریزیم، تو همون روغن مایتبه که بادمجون سیزمینی سرخ کردیم و تو همون پیازو سرخ میکنیم. در واقع میخوایم تو همین مایتبه
غذامون رو هم آماده کنیم. همین یه دونه لازم نیست یالم قابلم و مرتبه نشسته کنید. خب حالا همین پیازا رو تفت میدیم تا کاملا سرخ بشه. یکم که سرخ شد یه ذره طلایی شد، ادویجات و نمک و اینا رو بهش میزنیم. ادویه میزنیم، نمک رو میذاریم. میخوای نمک هم میتونید الان بزنین ها، ولی نمک رو گوجه بزنیم وقتی گوجه رو به پیاز اضافه کردیم. میدین چرا؟ چون اون موقع آب پس میده و غذاتون به گوجه آب پس میده و غذا بهتره، کمتر آب میتونید بریزید توش. خب حالا که یه ذره سرخ تو روغن بود ادویه میزنیم. فلفل، این فلفل سیاهه. حالا بریم سراغ بعدی. زردچوبه، حالا ادویه کاری رو بهش میزنیم. من بعضی ادویه ها رو اسمشو بلد نیستم، باورتون میشه بعضی رو بلد نیستم. مامانم میگه تو بی‌سوادی. با اینکه 17 سالمه بی‌سواد شدم. حالا ادویه آویشم رو هم بهش میزنیم، خوشمزه میکنه، واقعا خوشمزه میکنه. حالا پهم میزنیم بهشون. بعد گوجه ها رو اضافه میکنیم. و یکم آب جوشیده میدیم برای اینکه سر ما شروع کرد. خب حالا برمی‌زنیم گوجه ها رو. نمک، همونجور که گفتم گوجه رو وقتی اضافه کنید نمک بزنید آب هست میده و بهتره. و درش رو میذاریم تا ممکن بجوشه. خب حالا نوبت گوجه هاست. قبل از اینکه کار با پیاز رو شروع کنیم گوجه ها رو پوست میکنیم. یه نصیحت که مامانم بهم گفت، برای اینکه گوجه ها رو ما گوجه ها رو پوست میکنیم. بعضی با پوست دوست دارم بریزم تو غذا، چون بابای من خوشش نمیاد مامانم پوست میکنه. گوجه ها رو مامانم تو آب داغ میذاره، اینجوری پوستش راحت‌تر کنده میشه. گوجه ها رو بعد خورد و نگینی میکنیم. الان گوجه پوست میکنیم. خب اینم از آخرای گوجه ما که مامان محترم ما خیلی زحمت کشیده که آخراش هم داره پوست میکنه و خورد میکنه نگینی.
نه گوجه هامون له شدن با پیازی که داخلش با پیاز که مخلوط شدن و گوجه ها آب شدن و الان میخوایم گوجه ها رو بکوبیم با یه بشکوب کوبیده هر بشکوبی که یه بشکوبای برقی با اونم هر کدوم دوست داشتی میتونی بکوبی. الان با بشکوب دستی میکوبیم بریم راه بیشتر با دست. آره بیشتر با دست کنن انجام. حالا داریم میکوبیم گوجه رو خوب له بشن. وای بعد از اینکه گوجه رو له کردیم به نظرتون چیکار میکنیم؟ معلومه دیگه بادیم توش آب میریزیم یکم آب اونم آب جوشیده ها آب شیر نریزیم توش مزه آب شیر میگیره بعد مزه بدی پیدا میکنه هم آب جوشیده خیلی بهتره. خب ما 2 تا لیوان آب جوشیده میریزیم. راستی تعداد گوجه هایی که میخوایم چی کنین خرد کنین برای توی قابلمه اصلا مهم نیست تعدادش چقدر باشه هر چقدر دوست دارین میتونین به اندازه تعداد خودتون گوجه خرد کنین. ما 5 نفریم مامانم حدود 7-8 گوجه خرد کرد. و اینم دومین لیوان تا مامانم بیاد منو به هم بزنم یکم خودش اومد. این دونه ها مال بادمجونه ها پس دوست ندارم داشته باشه. حالا مامان من داره برشون داره مسی ها مال بادمجون سرخ کرده. حالا اگه شما دوست نداریم میتونید ماه تولتون رو جدا کنید که اینجوری نیفته ولی ما به اهمیت نمیدیم چون باید بادمجون ها که بندازیم بازم میفته دیگه توش. خب حالا وقت سیب زمینی و بادمجون ها رو بذاریم. میتونید توش مرغ هم راستی بریزین خوشمزه میکنه. مامان من نره میشه وقتی برنج درست میکنه مرغ میریزه همراش خیلی خوشمزه میکنه. مرغا رو سرخ کنین هم مثل بادمجون سیب زمینی سرخش کردین بذارین تو غذا مثل همین الان که ما داریم سیب زمینی رو میذاریم بعد بادمجون رو میذاریم. گرفتین جوجه خیلی آسونه ها آسون ترین غذای توی ایرانه به نظر من. حالا آسون ترینش نیمرو یا املت دیگه بعدش هم این غذا. حالا بادمجون رو میذاریم. خودم هم توی غذا استادم ها. راستی نظر حتما بذارید و همینطور این غذا رو که درست کردید بگین چطوری شده مزهش. به نظرم خودتون درست کنین بگید چجوریه مزهش بگین خوب شده یا نه. مال ما که عالیه چون اولی بارم نیست میخورمش. خب حالا بادمجون رو قشنگ زیر آب گوجه میذاریم که بجوشه. دست پنجه مامانم درد نکنه. خب حالا درش هم میذاریم زیرش هم به اندازه میکنیم که کم میکنیمش درسته؟ خب کم هم میکنیم که آماده بشه و اینم وقتی آماده شد آبش مقدار خوش شد آب داد میتونین بردارین و بیارین سر سفره بخورینش. نوش جان خدافظ.